салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали AZAM блог ва ман ҳастам бо шумо чун албатта AZAM тағоир. Видеоро ҷумла дӯстон дар бораи одамоне аст ки гӯё ки онҳо ба худашон хоҳои ғайриоддӣ, яъне ки суперсила дошта бошанд. ба касе ки ин видео интересаи марҳамат тамошо мекунем ва он бошад видеоро ки ҷумла сар мекунем. Тайёред? Рафтем. چقدر با شما بدیم دوستان، هر یکی ما آرزو داریم که با خودمون سوپرسیلا داشته باشیم یا اینکه آرزو میکنیم که در کینوی اشتراک کنیم که در آنجا با ما رولی شخصی را دهند که آن شخص گویا که با خودش سوپرسیلا داشته باشد. و چقدر که دوستان ما میدونیم این کار در زندگی حقانی ناممکن است. و امروز من با شما آدم‌هایی را نشون میدم که آنها گویا با خودشان سوپرسیلا داشته باشند. چقدر که ما در این کامera دیده ایستادیم دوستان، این شخص‌ها را یک شخص با قوای غیرعادی خود از مرگ نجات می‌دهد. اگر این شخص نمی‌بود شاید که این مردها مرده بودند. و این شخص مثل از کینوی کومیکس‌ها هست، شخصی که در رول سوپرگرو بازی می‌کند و نام او فلش است و این شخص مثل همون خودش را یک قهرمان نشان داد. در آب راه گشتن، چقدر که می‌دونیم دوستان، در آب راه گشتن این ناممکن است از قانون‌های فیزیکی بگیریم. اگر چقدر که می‌دونیم دوستان این کار را فقط یک شخص کرده می‌تواند و نام این هم است دینامو. اما این شخص رو ببینید دوستان که قریب تا بین آب خودش می‌رود و در آنجا او را قایق می‌گیرد. شاهد این کار صدها آدم‌ها بودند و همه آنها شوک شده بودند. تلپورتاسیا، این شخص رو ببینید دوستان که در بین راه می‌رود و از یگان چیز نمی‌ترسد که با او یگان اتوبوس میزند یا اینکه یگان ماشین. و ممکن است دوستان که این نه تنها خودش را تلپورتاسیا کرده تواند و ممکن است که تواند که از یک دنیا به دنیای دیگر یا اینکه از عصر 21 میتواند به عصر 10 یا اینکه 8 رود. از هجو پیدا شد و باز یک شخص دیگر که میتواند خودش را نیویدیم کند و چخیلی که ما میگویم نابینا کند. با شما چخیل فهمونم دوستان خودم نمیدونم، شما خودتون بینید که این شخص از بین ماشین از تگی بالون ها پیدا شد. ویدیو رگستراتور یک حادثه غیرعادی رو به نوار میگیرد که در اینجا دو ماشین با هم دیگر میزنند. چخیلی که ما دستیم یک ماشین اومده ایستاده است اما اینش گویا که از هجو پیدا میشود و با هم میزنند. بسیار از دوام میگویند که پروستا این ماشین ای اوگل برآمد، برای همین او را هیچ کس ندید. و فکرای شما چی است دوستان؟ در این باره حتما در کامنتاریا نویسید. در این ویدیو ما دیده ایستادیم که یک ماشین پلیسیسکی است و یک گروزاویک که در راه رفته ایستاده است. و چقدر که دیده ایستادیم سه ماشین این از هیچ جو پیدا میشود و با صورت خیلی هم بلند به طرف آنها میرود. و این چیز با باری آنها زود میگذرد و هیچ کس نمیداند که این چی بود و تا حالا این را یگان کس نفهمیده است. اگر این سپرینتر نمیشد خدا میداند که در این پیش خود چی واقعه رخ میداد. دوستان وقتی که شما از پیش خود گذشتن میخواهید به هر دوی طرفتان نگاه کنید برای آن که سوپرگروی نه همه وقت پیدا می شود. سرعت بلند، این ویدیو در کیتای به نوار گرفته شده است. یک ماشین با سرعت خیلی هم بلند حرکت میکرد که دیگری از آدم‌ها آن را پشتی ندیدن بگم میشود. اگر میدیدم دوستان ایرا یگان کس دایره و قدم نمیتونست. و با همین ویدیو رو که مزای من با انجام رسید دوستان، باور دارم که ویدیو رو به شما پسند آمد و کلا حتما پادکست کرده زنگوچه رو پخش نمایید تا که از برآمد ویدیو آینده ما با خبر باشید. خیر دوستان تا ویدیو آینده در پناه خدا.